برای رنگ حسی رو پایه با یه سنباده نرم پایه ها رو سنباده میزنیم تا تمیز بشه. گردش رو میگیریم که هیچ گرد و خاکی روش نمونده باشه. اگه مثل من دوست داری رده های پایه چوبی بیفته، از شاپان استفاده کن. من شاپان هنری رو با یه کمتینر فوری قاطی کردم و با یه قلمو شروع کردم سطح حسیرم رو شاپان کاری کردن. این مرحله بستگی به خودتون داره. اگر دوست دارید میزتون تیره تر باشه بیشتر شاپان بزنید، اگر دوست دارید روشن باشه با یک دستمال در نهایت سطح کار رو خیسیشو بگیرید که خیلی پررنگ نشه حسیرتون. برای رنگ پایه ها هم میتونید از قلمو یا اسفنج استفاده کنید. این از میزمون که آماده است. نظرتون چطور شد؟ دوست داشتین؟ دو قسمت دیگه هم داشته. بیا تو پی ببین و ما فالو کن.